سلام به همه شماها که دنبال حقیقتید و نمیخواید وقتتون رو با وعده‌های توخالی و پوچ هدر بدید. امروز میخوایم در مورد کتابی صحبت بکنیم که توی قفسه های کتاب فروشی ها، توی پیج های اینستاگرام و توی یوتیوب خیلی در موردش صحبت میشه. از نوع فیزیکیش تا پادکست صوتیش همش در حال انتشاره و خیلی روش مانور داده میشه. توی این کتاب وعده های خیلی قشنگی داریم، ما حرف های خیلی قشنگی زده میشه، ولی نه مبنای علمی داره نه اینکه کمک کننده است و یک سری پدیده های روانشناختی برای ما به وجود میاره که به مرور زمان میتونه خطرناک و منفعل کننده باشه. کتابی که در موردش صحبت میکنیم کتاب معجزه شوک‌گذاریه. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید تا از منظر روانشناختی، روانشناسی، مبناهای علمی و حتی جامعه شناسی این کتاب رو بررسی بکنیم و در انتها کتاب‌های جایگزین رو معرفی بکنیم که تأثیر خیلی بیشتری از این کتاب داره و حداقل چیزهای درستری به ما میگه. وقتی در مورد این کتاب میشنوم یا ویدیوهایی رو میبینم یه سوال برام به وجود میاد، اینه که آیا خود نویسنده هم با شوک‌گذاری و اینکه ممنونم که من نویسنده خوبی هستم این کتاب رو نوشته و پول داره به جیب میزنه یا اینکه تلاش کرده؟ این مسئله خیلی مهمیه. توی این کتاب به ما میگه که آقا شما بگید ممنونم که من ثروتمندم، ممنونم که اتفاقات خیلی خوب برای من میفته. آیا این ممنونم ها واقعا تاثیرگذاره؟ آیا وقتی شما میگید من ممنونم که ثروتمندم از آسمون یه کیسه پر از پول برای شما میفته؟ یا وقتی میگید ممنونم که اتفاقات خوب برام رخ میده، بهترین اتفاقات و بهترین جلسات کاری و از این جور موارد براتون رخ میده؟ قطعا اینطور نیست. یکی از علتهایی که این کتاب‌ها خیلی رونق گرفتن و خیلی پرفروشن و پرتیراژ هستن اینه که این وعده‌های قشنگ مثل جادو برای ما عمل میکنه. در پس ذهن همه ما، حتی اونی که پرتلاشه، حتی اونی که خیلی کار میکنه، حتی اونی که برای رسیدن به اهدافش خیلی تلاش میکنه، هممون راحت طلبی رو دوست داریم. هممون دوست داریم که یک جمله بگیم، غذا برامون آماده بشه، خونه داشته باشیم، پول داشته باشیم، ماشین داشته باشیم. ولی خب میدونیم که این اتفاق نمیفته و شاید به خاطر ذاتی بودن فطرت انسانه که این چیزها رو دوست داره. با گفتن یک جمله، با انجام دادن یک سری حرکات به ثروت، مال، موفقیت و شهرت برسه. ولی مسئله‌ای که هستش اینه که این جمله ها تاثیرگذار نیستن. نه مبنای علمی داره، نه تحقیقی در موردش شده، نه تستی شده و نه حتی نتیجه عملی داشته که شما حتی مثلا بگید آقا به صورت معجزه یک نفر، دو نفر آقا این اتفاق براشون پیش اومد که این جمله رو به کار بردن، 3 سال این جمله رو هر روز میگفتن و فلان اتفاق خیلی خوب و خفن براشون رخ داد. اینطوری نیست. توی این کتاب هم همینطوره. شوک‌گذاری به یک ابزار جادویی و کیهانی ربط میده. شوک‌گذاری بد نیست. شوک‌گذاری یک تفکر مثبت اندیش رو برای ما به وجود میاره. ولی این تفکر مثبت اندیش اگر مداوم باشه، طول بکشه و زیاد از حد بشه، ماها رو منفعل میکنه. ماها به یک مثبت اندیش منفعل تبدیل میشیم. به این صورت که شما میشینید هر روز، خب من خوشحالم که ثروتمندم، مرسی که من ثروتمندم، مرسی که این اتفاقات داره برای من به وجود میاد، مرسی که شغل خوبی دارم، مرسی که ماشین خوبی دارم، مرسی که صورت زیبایی دارم. همه اینها رو میگیم و هیچ کاری نمیکنیم. منتظریم که این جمله کیهانی و جادویی تأثیر خودش رو بذاره و ما به اون همه خواسته های خودمون برسیم. ولی اگر از شوک‌گذاری به عنوان یک ابزار، به عنوان یک مکمل، به عنوان یک راهکار استفاده بشه، نتیجه بدی نداره. شما میتونید شوک‌گذاری کنید، حالا بابت هر آن چیزی که دارید و ندارید، و تفکر مثبتی برای شما به وجود میاد. وقتی این تفکر مثبت به وجود میاد، حال روحی شما بهتره. وقتی حال روحیتون بهتر باشه، تصمیمات بهتری میگیرید، کارهای بیشتری انجام میدید و توی زندگیتون قطعاً پیشرفت بیشتری میکنید. ولی وقتی تبدیل به انفعال بشه و شما گوشه‌نشینی بکنید و فکر کنید که با این صحبت‌ها بخوایم به اون خواسته هامون برسیم، ما یک جامعه منفعل و یک سری مردم منفعل داریم که همه با یک سری جمله جادویی ممنونم که من ثروتمندم میخوان پولدار بشن و این اتفاق هیچ وقت رخ نخواهد داد.
حتی میشه گفت هدف نویسنده و ناشران این کتاب ها هم این میتونه باشه که یک سری مردم منفعل و دوستدار جملات جادویی هستن. مردم این کتاب ها رو میخونن، از جملات جادویی استفاده میکنن، این جملات جادویی تأثیر نداشت، کتاب بعدی، کتاب بعدی و کتاب بعدی همینجوری کتاب میخونن، از جملات جادویی استفاده میکنن که هیچ تأثیری نداره و از اون بر این نویسنده ها و ناشرها هستن که دارن از عدم آگاهی مردم سوء استفاده میکنن، این کتاب ها رو به چاپ میرسونن بدون منبع علمی، بدون تحقیقات و از این راه کسب درآمدهای میلیونی و میلیارد دلاری انجام میدن. توی این کتاب یک برنامه 28 روزه وجود داره. توی این 28 روز شما تمرین میکنید که هر روز از خواب بلند میشید، بابت چیزهایی که میبینید حالا به فکرتون میرسه یا دنبالش میگردید شکرگزاری بکنید. اول چیز بامزه، یه چیز باحالیه، حالتون بهتره، روحیتون افزایش پیدا میکنه، دنبال چیزهای خوب میگردید. مرسی که امروز هوا خوبه، مرسی که امروز من زود به سر کارم رسیدم، مرسی بابت این استراحتی که انجام دادم، مرسی بابت این وقتی که با دوستانم گذروندم و این تشکرات هی روز به روز بیشتر میشه و شما دنبال چیزهای قشنگ توی زندگیتون میگردید. از اون طرف برای همه ما یک سری روزهایی هست که هر کاری بکنیم روز بدیه. شما صبح با صدای دعوای همسایه ها از خواب بیدار شدید، به سر کارتون دیر میرسید، تاکسی پیدا نمی‌کنید، میرید توی مترو برق میره، قطار وای میسه، از مترو به محل کارتون میرید، مدیرتون بابت تأخیرتون دعواتون میکنه، یک مشتری بدعنق گیرتون میاد، یک کاری خراب میشه، شب برمیگردید خونه، شارژ تلفنتون تموم میشه، شارژرتون رو جا گذاشتید، غذا ندارید بخورید و یه سلسله مراتب اتفاقات ناگوار. وقتی اینجوری باشه و شما طبق اون برنامه 28 روزه که ادامه دار شده و عادت کردید دنبال شکرگزاری باشید، میگردید توی این اتفاقات بعد دنبال یک چیزی که شکرگزاری کنید بابتش. مسئله ای که هست اینه که ما باید بپذیریم در طول زندگیمون هر روز روز خوبی نیست، هر روز اتفاقات خیلی خوب و خیلی خوشی برای ما رخ نمیده. یک سری روزا هر کاری که بکنیم روز بدیه، خبرهای تلخی میشنویم، اتفاقات بدی برامون میفته و اگر این رو بپذیریم، قبولش بکنیم، درکش بکنیم و هضمش بکنیم، شاید تأثیرش حتی خیلی از این بیشتر باشه که شما از بین این حوادث ناگوار دنبال خوشی باشید، چون ذهن شما داره شما رو گول میزنه. شما از بین این همه اتفاقات بد یه چیز خوب پیدا میکنید، به جای این که قبول بکنید که آقا امروز روز بدی بود، حالا دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا دلیلاش دست من بود؟ آیا بیرونی بود؟ آیا طبیعی بود؟ آیا اصلا به من مربوط میشد؟ وقتی اینها رو درک بکنید حالتون هم بهتره. روحیه شاید خوبی نداشته باشید ولی روحیه مثبت اندیش افراطی ندارید. پس یکی از دلایلی که میشه گفت نباید این کتاب رو بخونیم این میتونه باشه که آقا ما باید یک سری بدیها هم در زندگیمون بپذیریم. در طول زندگیمون فکر میکنم برای هممون اینجوری باشه که روزهای بد خیلی بیشتر باشن تا روزهای خوب. ما روزهای خوب شاید معدود باشن، شاید اون خوشیها لحظه‌ای باشن، ولی اتفاقات بد خیلی بیشتر میفته و ما نمیتونیم از بین اتفاقات بد چیزهای خوبی در بیاریم. این گول زدن خودمونه، گول زدن ذهنمونه، ناخودآگاه خودمون خودآگاه خودمون رو داریم از بین میبریم و به یک چیز دروغ تبدیل میکنیم. به جای اینکه این بدیها، این حوادث تلخ رو بپذیریم، قبولشون بکنیم و ذهنمون یک ذهن آماده باشه، بدیها رو بپذیره، خوبیها رو بپذیره و بابت هر کدوم از اینها یک برنامه‌ای داشته باشه. اینجوری اگر باشه شما یک بدی که براتون اتفاق میفته تصمیم گیری های اشتباهی میکنید، چون توی اون بدی دنبال یک خوبی میگردید و ممکنه که تصمیمات بدتری بگیرید. بر فرض مثال مثلا یکی از شما کلاهبرداری کرده، میگید چه آدم خوشگلی بود، مثلا چقدر موهاش باحال بود. این هیچ ربطی نداره و اصلا شما ذهن شما داره یک سمت دیگه میره. به جای اینکه برید شکایت بکنید، برید دنبال حالا اون پولتون باشید، اون مالتون باشید، هر آنچه که هست باشید، دنبال یک چیز خوب میگردید و اصلا یک تصمیم دیگری دارید میگیرید به جای اینکه دنبال حقیقت باشید و دنبال حق خودتون باشید. یکی از روانشناسان بزرگ دانشگاه هاروارد میگه که کلید سلامتی در اینه که ما حقایق تلخ زندگی خودمون رو بپذیریم به جای اینکه توی یک حباب شوک‌گذاری و مثبت اندیشی گیر بکنیم. وقتی اینجوری بشه ما در توهم غرق میشیم و ذهن ما از اون حقیقتی که باید براش آشکار باشه دور میشه و یک پرده دروغین بهش نمایش داده میشه. یکی از چیزایی هم که بهش اشاره کردم اول ویدیو انفعال بود. شوک‌گذار باش، همه چیز خودش درست میشه.
این شاید برای یک میلیونری که توی ویلای ساحلیش توی آمریکای شمالی در حال تفریح هستش جواب بده، شوک‌گذاری میکنه و جواب میگیره. ولی برای مایی که توی ایران با تورم بالا، مشکلات سیاسی زیاد، مشکلات فرهنگی زیاد، مشکلات جامعه‌ای زیاد و انواع و اقسام مشکل‌ها رو داریم تجربه می‌کنیم، بیکاری، همه اینجور مشکل‌ها هستش، شما دنبال خوبی اگر باشی خودت رو داری گول میزنی. هممون میدونیم ما مشکلات اینترنت داریم، مشکل فیلترینگ داریم، مشکل دلار داریم، مشکل طلا داریم، مشکل آب داریم، مشکل برق داریم، مشکل گاز داریم، همه این مشکل‌ها رو داریم. چه خوبی میشه از این پیدا کرد؟ اصلا خوبی پیدا بکنیم. وقتی شما خوبی پیدا میکنید دنبال درست کردن اینها نمیرید. به طور مثال توی شمال داره جنگل زدایی میشه، درختان زیادی دارن از بین میرن و تبدیل به خونه ها و ویلاهای زیادی میشن. خب شما میتونید بگید که به جای اینکه درخت‌ها دارن قطع میشن و فضای سبز و طبیعت ما داره از بین میره، ما ویلاهای قشنگی داریم. این اصلا منطقی نیست. شما یک خوشی الکی رو دارید جلوی چشم خودتون میارید تا از یک حقیقت تلخ دور بشید. باید با این مبارزه بکنید، باید با این مقابله بکنید، نه اینکه یک خوشی درونش پیدا بکنید. یه جوون مثلا در حال بازی کردن، یهو پینگش میره بالا. مشکل از اینترنت، مشکل از فیلترینگ، مشکل از تحریم هایی که ما داریم. چه خوشی میتونه پیدا بکنه این تو؟ سپاسگزارم که مثلا کنسولمو دارم، یا سپاسگزارم از اینکه نزدم کیبوردمو بشکونم. میگم اینجور چیزها شما رو منفعل میکنه، شما رو وارد دروغ میکنه، شما رو از حقیقت دور میکنه. به جای اینکه دنبال حقگویی باشید، دنبال جواب باشید، دنبال پاسخ باشید، یا حتی اصلا وقتی دنبالش هستیم میدونیم که پاسخی نمیگیریم، میدونیم که جوابی نمیشنویم، میدونیم که حتی ممکنه یک سری چیزها درست نشه، ولی این که شما دنبال حقیقت باشید، دنبال حقیقت طلبی باشید، دنبال آزادیتون باشید، دنبال اون حق اجتماعیتون باشید، خیلی درست‌تر، قشنگتر و منطقی‌تره تا اینکه بگید خب من زنده‌ام و دارم نفس میکشم. این کتاب و کتاب‌های از این دست واقعا باید دور ریخته بشن، آتیش زده بشن. دلایلشون هم زیاده، از انفعال، از ضررهای اجتماعی، از فشارهای روانی، از مثبت اندیشی‌های الکی و از این دست قبیل موارد. شاید دلیل مناسبی باشه که ما بخوایم کتاب‌ها رو دور بندازیم، یا اگر داریم دور بندازیم، یا اگر می‌خوایم بخریم سراغشون نریم. اگر دنبال رشد واقعی خودتون هستید، اگر دنبال تعالی واقعی هستید، واقعا نباید سراغ این کتاب‌ها و این موضوعات رفت. باید سراغ کتاب‌هایی بریم که ذهن ما، دید ما و آگاهی ما رو افزایش بده، نه اینکه اونو ببنده و سرکوبش بکنه. توی ویدیو هم گفتم این کتاب و موضوع این کتاب شاید یک ابزار کمکی باشه که حال شما رو کمی بهتر بکنه، نه اینکه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده و با استفاده از کیهان و کلمات جادوییش بخواد همه چیز رو تغییر بده. قطعا اینجوری نیست. به جای این کتاب‌های خیلی بهتری هست که به شما هم آموزش میده مثبت اندیش باشید، هم با واقعیت‌های تلخ زندگی خودتون کنار بیاد، مثل انسان در جستجوی معنا و همینطور کتاب قدرت حال. اینا کتابایی هستن که وعده جادویی به شما نمیدن، زرد نیستن، ترسناک و خطرناک نیستن. این کتاب‌ها واقعا ترسناکن. یک فرهنگی رو توی جامعه ما و جامعه جهانی به وجود میارن که اون اتفاق خطرناکی که میفته رو ما سالهای آینده مشاهدهش میکنیم. شاید هنوز به اون منظره ظهور نرسیده باشه، ولی در آینده قطعا خطرناک میشه. شما فکر کنید یک جامعه جهانی، حالا داخلی به کنار، یک جامعه جهانی بیخیال و منفعل، همه سر جای خودشون نشستن، مرسی که من دانش دارم، مرسی که من مثلا کشور موفقی هستم، مرسی که من موشک دارم، مرسی که من ماشین دارم، مرسی که من انرژی دارم، و هیچ کاری بابتش نمیکنن و فکر میکنن که با این جملات میتونن به اینها برسن. امیدوارم که فرهنگ سازی بشه، مردم مخصوصا کشورمون از این کتاب‌ها دور بشن، به جای این کتاب‌های پرزرق و برق و جلدهای رنگی و قشنگ با این همه تبلیغات زیاد توی پیج‌های مختلف سراغ کتاب‌های خوب برن، سراغ چیزهایی برن که ذهنشون رو آزادتر بکنه، ذهنشون رو منفعل نگه نداره، ذهن پویایی داشته باشن، جستجوگر باشن و به دنبال آزادی و حقیقت خودشون باشن. من امیررضا و اینجا کانال کتابچه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.